بریم با هم یه نوشیدنی ترش و ملس بزنیم. 4 وجه لیمو ترش، 1 عدد کیوی، 20 سی سی سیروپ رام، 60 سی سی عصاره دلخواه. حالا با هم خوب ماتلشون میکنیم. وقتی که خوب ماتلشون کردیم، حالا یخ میریم برای شیک. وقتی که خوب شیک کردیم، لیوان سرو، نوشیدنی شیک شدمون، حالا لیوانمون رو پر از یخ میکنیم. بعد در آخر نوشیدنیمون رو با سودای لیمو تاپ میکنیم. نوشیدنی خفن ما آماده است. نوش جان.